از قدیم الایام تا همین الان طراحای مد با نقششون تو ظاهر و استایل مردم همیشه جایگاه مهمی در محیط فرهنگی و اجتماعی جامعه داشتن. کار اصلی طراحای مد تولید لباسای زنونه، مردونه و بچگونه است. این لباسا ممکنه شامل لباسای ورزشی، بارداری، لباس رسمی و هزاران هزار مدل دیگه باشه. همچنین طراحی اکسسوریایی مثل گردنبند، روسری، کلاه، کیف دستی، جوراب هم بر عهده طراحان لباسه. نحوه ارائه طرح اولیه هر طراح متفاوته. مثلا میتونه با ساخت استوری بورد مربوط به طرح، اسکیز، کار با مانکن و دوختن بخشای مختلف لباسا هم باشه. پس مرحله اول برای هر طراح خلق طرح و ایده‌هاش با شیوه‌های بصری مختلفه. بعد روی ایده‌هاش کار میکنه تا نمونه طرح اولیه رو ارائه بده. مرحله دوم انتخاب مانکن‌ها و دوخت نمونه اولیه طرح‌هاست. حالا بعد از تمام شدن این مراحل میره سمت تعیین قیمت و نحوه ارائه طرح‌هاش به عموم. طراحای مد معمولا شخصیت‌های خلاق، شهودی، حساس، بیانگر و برونگرا دارن و علاقه چندانی به ساختار و ساختاربندی ندارن و سعی می‌کنن در همه حالت‌ها فردی خلاق و نوآور باشن. ماهیت کسب و کار مد مستلزم ارتباط مداوم با تامین کننده ها، تولید کننده ها و مشتری ها در سر جهانه. که خدا رو شکر رسانه‌های اجتماعی مشکل رو حل کردن و همین باعث شده که طراحی مد یه شغل بی‌نظیر و پردرآمد باشه. اگه عاشق این کار هستین دست به جنبونید و تو کلاس‌های طراحی لباس پویندی شرکت کنید تا به آرزوهاتون برسید.